السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جزاکم الله خیرا از برنامه زیبایی. سلامت باش. بیدار کننده است. سلامت 20 باش. سال از این مردم صدا کردیم فاطمیون و غلاما و مزدورا و وزارای شیعه، ولی هیچ گوش شنوا نبود که بشنوه صدای شما را. این شبکه های توحیدی، صدای شبکه است که سال حق، شبکه کلمه، شبکه نور، ولی حالا ببینید که کلشان از 30,000 با گفته شما با سند و مدرکی که آمدن گمرد نیست و نابود هستن، زندان مردهشون گمستن. یعنی ببین که چند 20 سال است از یار، ولی این افغان های ما نمیفهم که این شیعه های ما چقدر جاهل هستن، چقدر یا احمق هستن، چقدر نادان هستن به خاطر دنیا، به خاطر چار و پا که خامنه ای زندیق که امروز انشاءالله تعالی نابودی و مطلقش انشاءالله در راست که از بین میره و کل شرکایش از بین رفتن، گروه های نیابتیش از بین رفتن، فاطمیونش از بین رفت، این بشار خنزیری که با 100,000 نفر نیست نابود که از بین رفت. الحمدلله ثم الحمدلله، بازم مبارکباد این پیروزی و کامیابی مجاهدین بر کافه امت اسلام عرض می دارم. الله متعال ثابت قدم داشته باششان و الله متعال از نفاق و شقاق و از درنگی دورشان کنه و یک امت متحد و واحد و یک پارچه بسازشان و انشاءالله پیروزی، بازم پیروزی رو برشان از الله متعال میخوایم که برای همیشه و دائم باشه. آمین. استاد عزیز، واقعا که شما عمودین وظیفه‌تان ادا کردین، واقعا که شناختی که شما شبکه‌های توحیدی و خصوصا شما استاد عزیز در طول 20 سال والا بچه خرد و سن خرد داشتین، از این مردم داشتین و صدا کردین که او مردم مشرک میشه، او مردم موحد شوی، او مردم این راه از یا غلط است، راه شیعه غلط است، شیعه رافضی غلط است، ولی هیچ نشیندن و بالاخره تا که خودشان نابود شدن، غرق شدن دمی راهی که رفتن، دمی مسیری که حرکت کردن، مسیر غلط، همین باطل واقعا که حق خدای متعال میفرماید که اما باطل نابود شده نیست، حق جایش میگیرن. ولی امروز این همه تو شدن. امیدوار هستم که مردم ایران، ملت فهیم ایران، مسلمان های اهل سنت و الجماعت انشاءالله بیدار شوند و این دکتاتور خونخوار، جلاد، قصاب، سونیکش، بشرکش ایران انشاءالله تعالی سقوط بدن، مانند بشار خنزیر و دیگه پوتینش امروز آنها کلان یک نفر کلان خبیث امروز آنها از بین رفت. امیدوار هستم که ظالمین هر چه زودتر و چشمای گناهگار خود ببینیم که نابود شوند و ملت ایران بیدار شوند و این فاطمیون و این تیپای گروپای تروریستی رو باید از ایران بکشن، نابود کنن. در افغانستان الحمدلله یا ناکام هستند، هیچ فعالیت کردن نمیتونن، فعالیت‌هایشان مسدود است و هیچ کاری نیستند و کتابایشان در افغانستان گیر آمد از طرف امارت اسلامی و بسیار در مخشویی میکرد. کتابایی که وزیر صحابه و وزیر امهات المؤمنین، این کتابا الحمدلله در مسیر عراق، افغانستان و ایران گیر آمده و بسیار کتابای زیاد داشتن که میخواستن با افغانستان انتقال بدن، ولی الحمدلله گیر آمدن. ان شاء الله تعالی بازم پیروزی رو با شما استاد عزیز از صمیم قلب پیروزی مسلمان سوریه را تبریک و تهنیت میگم. الله شما الله متعال شما را در حفظ امان خود داشته باشد. از عالم دور و طور احترام روی مبارک تان نمی باشد. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. شما را دوست داریم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. تشکر برادر است.